با تاکید چند باره صدایت. آره ما یه اتفاق خیلی بدی هم سمت فکر میکنم پسر زنده یاد احمد ظاهر جان یک استرایک بسیار ناب و شیرین دیروز خوردیم توی چنل و مهربان قشنگ من فراموشم مکن سلام علیکم، حالتون چطوره؟ امیدوارم که حال دلتون عالی باشه در هر جایی که هستید. جور و صحتمند باشید. خیلی خوش اومدید به چنل خودتون عزیزم. بنده که سینا پریسا هستم. خوش اومدید. بله پریفان ملودی قدم گذاشتید و قراره بریم چی بشنویم؟ یک صدای بسیار زیبا، یک بانوی بسیار زیبا. بریم ببینیم و بشنویم صدا و آهنگ زیباشون. فکر کنم از احمد ظاهر جان. بله به در واقع بزرگ داشت یه همچین چیزی. آره فرنگیس جان میرزا. اون عکسشون هم قرار دادن و بریم تماشا کنیم بشنویم لذت. حاضرید؟ بدون معطلی بچه‌ها. اگر دوست دارید که از ما حمایت کنید حتما لایک ویدیو رو بزنید، چنل رو سابسکرایب کنید، ما رو به دوستاتون معرفی کنید. قبلا از فرنگیس جان میرزا شنیده بودیم؟ آره من یادم میاد فکر کنم یک بار تکی شنیدیم، یک بارم یک دوگانه‌ای با استاد وحید قاسمی. بله. که خیلی هم قشنگ بود، به مناسبت عید نوروز بود. خودشون مینوازن پیانو رو. خودشون مینوازن یعنی روح من همچون پروانه در پیرامون شمع جمالت خواهد گشت و پرفرزنان همه جا به همراه تو خواهد بود. عزیز من مهربان قشنگ من فراموشم مکن موسیقی سرشار تمنا صدایت، یعنی که شکوفای شکوفا صدایت، تا روح خدا در نفس پاک تو جاری است. حس میکنم از عالم بالا آهنگ یه متانت خاص میخواد که کاملا بانو فرنگیس میرزا دارتش. آفرین. چون در وصف احمد ظاهره که من فکر کردم بازخوانیه. دکلمه اولش خیلی قشنگ بود. صداشون آره صدای خودشون خیلی بجا و تنظیم بود. صدایی که میگه از انگار عوالم بالا میاد، صدای بهشتی. عجیب. مثل تب و تابی دلی عاشق و هوایم، مثل تب و تابی دلی عاشق و هوایم، در جان غزل مستی من صدایت، در جان غزل مستی من صدایت، دنیاست پر از عشق و هنر هیچ شکی نیست، در نام عشق و هنر امضا صدایت، 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 صدایت. با تاکید چند باره صدایت. آره ما یه اتفاق خیلی بدی هم سمت فکر میکنم پسر زنده یاد احمد ظاهر جان یک استرایک بسیار ناب و شیرین دیروز خوردیم توی چنل و
متاسفانه که کانال پریفان ملودی از آثار احمد ظاهر کارهای متفاوتی رو به درخواست شما ما داشتیم که خیلی از اونها هم درآمدهاشون میرسید به خود صاحبان اثر، ولی حالا ادمین اون چنل در واقع احمد ظاهر بدون خبر همینجوری یه ویدیوی مربوط به 2 سال 1 سال پیش و پاسخگو هم امیدواریم باشن. حالا ما بهشون ایمیل زدیم که در واقع حتی کپی رایت نه، یه استرایک بسیار کام ما رو اینجوری باشه دیگه. خب باید با آثار احمد ظاهر ریاکشن کارها به نظر من یک گوشه از این که اسم یک هنرمند رو، یعنی ما خیلی کوچیک‌تر از این چیزی هستیم که بخوایم مثلا اسم احمد ظاهر رو بالا نگه داریم یا همیشه یادآور باشیم، هم رسانی میکنیم، یعنی صدا رو میرسونیم. ذره‌ای میتونه تاثیرگذار باشه مثلا این ریاکشن هایی که ما و همکارامون انجام میدن. این استرایکی که روی کانال ها میخوره خب کم کم میکشن کنار، میدونی، یعنی اون عشقه مجبور میشه که برای خودت نگهش داری. شاید این به یک شخص دیگری از خانواده ما، از دوستای ما نرسه. متاسفانه این اتفاق افتاده و یواش یواش توی سالهای بعد دقیقا ما ازشون درخواست کردیم که شما اون حق پخش رو برای خودتون بردارید، هیچ اشکالی نداره. آره یعنی اصلا مشکلی نیست که حالا درآمد متعلق به خودتون باشه، بیایم و با هم دیگه این همکاری رو داشته باشیم، چون دوستان تقاضا میکنن. یعنی واقعا اصلا فرای بحث درآمدش برای اینه که آدم واقعا وقتی صدای احمد ظاهر رو میشنوه و تو ریاکشن مثلا یه دنیای دیگه است. ولی الان خب میبینم فرنگیس جان میرزا یا هنرمندان دیگری دارن یاد بود برای احمد ظاهر جان و هنرمندان دیگری رو مثلا میخونن، وقت میذارن، اجرا میذارن. میگم که خب خدا رو شکر باز یه همچین اتفاقاتی هست. آره تو این خیلی حیفه که در سالهای بعد اسمی از احمد ظاهر نباشه. چرا؟ چون مثلا اجازه پخشی وجود نداشته، میدونی؟ الان اینجوریه، ولی استرایک و فلان دیگه. الان خلاصه بریم ادامه. لذت میبریم از فرنگیس جان. صدایت چه ملودی ناز ملیحیه زیر کار. شب در گل مویم، گل مویم، پر میزنه دورم میشه شب در گل مویم، گل مویم، از بس که نوازشگر زیبا صدایت، نوازشگر زیبا صدایت، از بس که نوازشگر زیبا حالا تا روح خدا در نفس پاک تو جاریست، بر هر دل غم دیده دل آسان صدایت، 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 صدایت. خیلی بجا بود، کار، اثر، همه چیش بجا بود. گفته بودم شعری که سروده شده بود. فرنگیس جان رو میبینیم یاد شکیلا جان میافتی؟ فکر کنم همون سری گفتی. آره باز هم این اتفاق بر من افتاد. آره چون بانوانی هستن که ایشون در موسیقی افغانستان و شکیلا در موسیقی ایران یک تم خیلی متین و خیلی مادرن، آفرین، یه خیلی مظلومین. ببینیم حالا در ادامه میخوان در چه احمد ظاهر صدای ماندگار و همه دستاندرکارانی که زحمت میکشن و استاد وحید قاسمی هم که کامپوز آهنگ همیشه هستن، یعنی باید باشن. از اونایی که هر جا باشه تصویرشون من واقعا لبخند به لبم میاد. من دوست دارم یه بار با اجازه شما ما بریم اون دکلمه اول فقط همون کوچیکی که از احمد ظاهر بود و بشنویم و یه بار دیگه کیفشو ببریم. دست شماست. بفهمه. روح من همچون پروانه در پیرامون شمع جمالت خواهد گشت و پرفرزنان همه جا به همراه تو خواهد بود. عزیز من، مهربان من، قشنگ من،
فراموشم مکن. آخ مگه میشه فراموشی؟ غیر ممکنه همچین چیزی. عذرخواهی میکنم. برای بار صدام بود که تماس داشتیم با این سر میکروفون و امیدوارم که مثل ما میزنیم وسط میکروفون. ما که حسابی لذت بردیم. خیلی لذت بردیم. از اون آهنگایی بود که واقعا آدم از ته دلش، یک به خاطر خب اینکه احمد ظاهر کیست و چیست و چه کاری کرده در موسیقی، و دو به خاطر این اثر زیبا. فرنگیس جان میرزاد عزیز، امیدوارم که همیشه موفق باشن. با امید دیدارتون با یک ویدیوی جذاب دیگر. طبق معمول قربون شکل ماهتون، ماچ به کلاتون تا یه موزیک دیگه. خدا نگهدار.